روی بادی میستر بسنبادی پارت 1. اولیش استرابری پنکیکه که نوتاش از توت فرنگی خامه، یعنی واقعا بوی کیک توت فرنگی رو میده. یه مو خوشمزه و خوشبوه که من چند سریه دارم شارژش میکنم. خیلی نازبوش، یعنی واقعا بهتون پیشنهاد میکنم اینو. خب یه چند وقتیه که با ایشون آشنا شدم. ایشون استرابری سودا هستش، حالا همش میگین که چای توت فرنگی، ولی خب خوشبوه. میتونه بودم که میتونم به استرابری پنکیک خیانت کنم یا نه، ولی جفتشون رو خیلی دوست دارم. این دقیقاً بوی یه سری آب نباتای کوچولو داشتیم ما که توت فرنگی بود، وسطش یه مارمالاد توت فرنگی داشت. حالا عکسشو براتون میذارم اینجاها. این دقیقاً همونه که بادی میست شده، یعنی اصلا یه بوی آب نباتی فانتزی، اصلا خیلی نازبوش واقعا، یعنی عاشقشم. خوبیه بسنبادی اینه که لوشن یا کرم بدن همون رایحه رو میتونین بگیرین، یعنی مثلا اینطوری با هم که استفاده بکنین باعث میشه که تا ساعت‌ها رایحه‌اش روی پوستتون بمونه و جدا از اون پوستتون خیلی نرم و آبرسانی میشه. اگه دوست داشتین بگین که پارت 2 هم براتون بگیرم، یا اگه رایحه یا دوست دارین میخواین ببینین که چه بویی میده برام توی کامنت ها بذارین.